آدم‌های همه چیزدان دور و برتون رو میشناسید؟ در مورد نظریه نسبیت، ببینید وقتی میگیم زمان و مکان با هم در ارتباط هستن یعنی چی؟ همونایی که سر یه میز شام هم نظر قطعی در مورد زمان وقوع جنگ میدن، هم میدونن چه رمزارزی رو بخرید و هم فرمول ساخت واکسن آسترازنکا رو بلدن. من همه چیز رو میدونم. خودم یه پا مکانیک هستم. اما آیا واقعا این همه نبوغ و تخصص تو یه نفر جمع شده؟ یا نکنه یه راز علمی پشت این اعتماد به نفس عجیب و غریب پنهان شده؟ به چیستا آکادمی خوش اومدیم. اینجا ما با هم پرده از رازهای علمی برمیداریم که زندگی روزمره ما رو شکل داده. خب بریم سراغ هسته اصلی بحثمون، اثر دانینگ کروگر. این پدیده اولین بار در سال 1999 توسط دو روانشناس به نامهای دیوید دانینگ و جاستین کروگر و بعد از یک اتفاق عجیب به صورت علمی مطرح شد. یالا دستا بالا! ماجرا از این قراره: یک مرد آمریکایی به اسم مکارتور ویلر رفت بانک دزدی، اما قبلش صورتش رو با آبلیمو شسته بود، چون باور داشت آبلیمو مثل جوهر نامرئی عمل میکنه و دوربین ها نمیتونن صورتش رو ببینن. وقتی پلیس دستگیرش کرد با نهایت تعجب گفت ولی من که آبلیمو زده بودم. حیرت این سارق از ناتوانیش دقیقاً همان نقطه‌ای بود که دانینگ و کروگر تحقیقاتشان را شروع کردند. نتیجه نهایی این بود: ریشه این خود بزرگبینی اینه که افراد ناکارآمد هم برای انجام یک کار و هم برای ارزیابی این که چقدر در آن کار ضعیف هستند به یک سطح از مهارت نیاز دارند. چون مهارت ندارن نمیتونن بفهمن که ناتوان هستن. دانینگ و کروگر برای نمایش این پدیده از یک نمودار مشهور استفاده کردند. در محور افقی سطح واقعی مهارت شماست و در محور عمودی میزان اعتماد به نفس کاذب. با کمترین مهارت ما به اوج نمودار میرسیم. اینجا همان جایی است که به آن میگویند کوه توهم برتری یا ماونت استوپید. حالا این پدیده چطور به ما و فرهنگ ما مربوطه؟ در جامعه ما فشار زیادی برای دانستن همه چیز وجود داره. پذیرفتن این که نمیدانم اغلب مساوی با قضاوت یا سرزنش است. این ترس از قضاوت افراد را تشویق می کند تا به جای تلاش برای یادگیری عمیق در اوج این کوه باقی بمونن و تظاهر به دانستن کنن. واقعیت اینجاست: هرچه بیشتر یاد بگیرید ناگهان متوجه وسعت نادانسته هایتان میشوید و اعتماد به نفستان سقوط می کند. این همان دره فروتنی یا Valley of Despair است که نقطه مقابل آن توهم برتری است. حالا سوال مهم اینه: چطور می توانیم از دام این توهم رها شویم و به سمت دانش واقعی حرکت کنیم؟ پاسخ ساده است، اما عمل کردن به آن سخت. کنجکاوی صادقانه و بازخوردپذیری. باید یاد بگیریم بپرسیم چرا، به جای اینکه ادعا کنیم چرا که نه. باید مهارت خود را نه با آنچه فکر می‌کنیم می‌دانیم، بلکه با آنچه واقعاً می‌توانیم خلق کنیم بسنجیم. دفعه بعد که در یک جمع هستید و احساس کردید در هر بحثی نظر نهایی دارید، یک لحظه مکث کنید و بگویید شاید این اثر دانینگ کروگر باشه. به یاد بیاورید که فروتنی بزرگترین نشانه تخصص واقعی است. حالا که این راز علمی جذاب رو با هم در چیستا آکادمی کشف کردیم، میخوام این مسیر کنجکاوی رو با هم ادامه بدیم. اگر از این ماجراجویی لذت بردین، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید. با این کار مطمئن میشید که هیچ کدوم از رازهای علمی بعدی ما رو از دست نمیدید. تا ویدیوی بعدی، ممنون که همراه ما هستید.